در پانتون است یا در مکتب؟ پانتون چطور؟ بر ما امر شده کسایی که مویا زیاد داره بیارن کلش حوزه که سرشان کم میکنیم. به خاطر که دختر خانما شکایت کردم میگه هر روز بیادری بچه ها بر ما مزاحمت میکنه. فهمیدیم؟ به مهربانی بالا شوین در موتر میبریم حوزه. ما دانشگاه مونم داریم چی درس درس خداری بر ما گفته کسایی که مویا زیاد داره تیر نام میمونه یار ما دیگه اجازه نمیتیم آشوبگری میکنن برای مردم مزاحمت خلق میکنن. مزاحمت نمیدونم قرار ای مزاحمت باشه میتونیم کم کنیم دیگه. نه ایره خب ما چند روز است که اعلان کردیم شما قبول نکردین نه؟ نه هنوز حتی ما از فضای مجازی از یه چیز اون نفرها را ندیدید 5-6 تا را سر شکل کرده بودیم انداخته بودیم در فیسبوک ها؟ در فیسبوک کلهای قرن 21 سرچ کردی؟ نه ها؟ نه ندیدیم سر نفر برای حال ایجاد ندارم ما میار کم منیم دیگه برای ما دفاع دیپلم داریم بیسیم سر دفاع دیپلم داری صحیح است تو برای درس برای آمدی یا برای دختربازی؟ ما برای درس میریم چرا سر دخترها تیم میتی مثلا مویت میکنی بازت میکنی؟ خدا نکنه ما اصلا اهل کارا نیم امیال 6-7 نفر سر شکل کردیم نه او قرار نکردیم ما نمونم هم ما خود دانشگاه اونجا چی هم داریم برای حال دانشگاه اگه میری خیر اینجا ما زنگ میزنم ماشین بطلبه من میجا سرت چی میکنم خونه ما سلمانی ما رو میزگم نداره میخوایی صبح مثلا میرم اینجا نه این کار ما که سیار است ما اونمو ساعت باید اقدام کنیم به خاطر که سبا از یخن ما میگیرم تو دستای پل کود سنگی رفتی چقدر تعداد نفر مثلا سر شکل کردی یا برای ما راجع کردی صحیح است ما زیر سوال میرم آمرم نمبر از مر بگیر ما بخیم در قولی مردانه بدیم صبح امی زمان پس من دانشگاه منم سر طبیخی کل میکنی یا کم میکنی؟ کم میکنیم میای مرا اگر کل کنیم برای چی؟ کل خدای زمان ما درس هم میکنیم دستیم تیر کل با صبحش نمیه یا کلاه پیکدار نمیشه بپوشی؟ معسلین دانشگاه سکاش که اونا چی میمونید دانشگاه منم دیگه خب در دانشگاه با شقای تا چی رقم میمانی؟ تورچه‌ای نمانی خب؟ نه از اون چیزا نه ما اهل اون چیزا نیستم تا ساده و صبح کمیال میبینی این رقم کمیال نمی رقم چرا چرپ نمیکنی را که کم معلوم شود چرپ کنم چی میشه میرم یاد میرم ضعیفه خب برو بخیر باش دیپلم داری اونجا کمره بود دوربین مخفی امروز چرخی داشتیم خب یک دست بالا کن این موتر سیاه یک دست بالا کن انت یک بای بای کن برو بخیر باشید خداحافظ همین مویارا چرا زیاد مانده اینجا سیاسرها هر روز بیادر شکایت کرده میرن در حوزه که مردم ها مویارا زیاد مانده سر ما پرزه میرن من اولین یک عکس برای عمر صاحب روان میکنم قانون هست اینجا بیادر خونه است خالی را با کدام دلیلی را قانونی نه نمیشه شاق صحیح است دخترها را خیلی بیادر چی رقم؟ دخترها میگه یا سر ما پرزه میره یکیش میگه ما دیوگان هستم یکیش میگه سیستم یکیش میگه برو نه انیتا بچان هستم نه اون چیزا نیست فقط از ما شوق از ما موندیم مردم با گندانا میکنه که میگیره بولانی جور شد درخت میشانه که سرسبزی جور کنه درخت میوه میشانه که میوه بودانا نگاه کو جل نگاه کو برادر کنری نگاه کو چی شوق است نه مطلب داره فایده نه از نیاز اگر پلکه صبح دور شده نوزم میگه شوق تو دستیم کسایی که نیاز زیاد داره باید توضیح ببریش که بیادر دختر خانم ما کل شکایت کردم اگه این مردم سر ما بیادر پرزه میرن چرا مویای تا زیاد ماندیم دخترها کل شکایت کردم اگه این بچه ها رو سر ما پرزه میره سر موترسکل سر موتر بیادر در دانشگاه میگه بیادر در از خود خواهی نکت تا با ما روان کرد که یا جدوگن واره میاره مانده در کفتریا میگه ما نان میخوریم میگه یا مویای خودت تو میکنه تو میگه مویای نه کفتریا مریم نه دیگه نه پروزه رفتیم هیچ خبر هم ما را دست پسرم دخترها چی رقم پرزه دخترها چی وقت تو تیم دادی؟ چی وقت تیم دادی؟ مثلا خود ساخته باشی نه سر دخترها تو سر دخترها چی وقت پرزه رفتی؟
راست تا بگو بچه نه ما علاج میتونم مگم راست تا بگو یک روز سر دختر اینی رقم یک حرکت رفتیم کجا بگو رفتی؟ ما نفرزا که تو مرا گفت که اینو تو شپلاق کد طرف ما یگان دو سه دفعه شپلاق کد اما دختر را بیار اول از می لباس کدام چشمک کده بودین سر دختر؟ ها؟ اینجا استاد شو ها؟ استاد شو که با ماشین نه از آرایشگاه که دختر ما برآمد کدامت از شنگ دروازه می لباس چشمک کده بودین؟ هیچ قضیه را خبر ندارم راپورتان آمده شما اما باید راپور بیار ماشین کجا میخونی؟ ما فیل تکنیک کل تکنیک سر دخترها تکنیک میری تو؟ چل کن کل تکنیک که کسی که پروژه مرا او از خود یک چی داره خب چی داره؟ او مثلا یک کاشفایش زندگی داره آه. ما یک کرای موتر نداریم از این تا اینج پیدا میم هنوزم خسر برچی پیدا بودیم نه حالا اما حالا خراب از کجا پیاده آمدین شما؟ تکنیکی از چای تا اینجا را؟ هر روز هم تو میرین بایا زمی خاطر پیاده میرن زمیشو پیاده برن دخترها را سیل ببینین کنن دخترها را دیده در موتر خو که برا کی دیده میتونه کی آفرین. بردارم چرا در موتر نمیرین؟ تو میگی 20 روپه زیاد پیسه است آه. بازی پیسه کرای موتر را چی میکنین؟ برو لالا آه. شما در اتاق هستین؟ خانه کجاست؟ غزنیست کجاست؟ غزنی با میون حالا این اگر سر شکل کنی تا غزنی یارا خو شمال میزنه مریض نمیشه درس بخونین آفرینتان که درس میخونین رویتان دور بتین تو طرف روی خور دور بتین اونجا دوربین مخفی بودم را شوخی داشتیم خب این دی موتر خب یک دست خور بالا کو بالا کو دست خدا کل پیسا را در دیرشی زدی پیاده میگردی بره خداحافظت سر پول خب این مویا را چرا قضیات میمونی؟ برای ما خامر شده که از خاطر دختربازی بچه ها باید مویاش کل شوند یاده تازه از منطقه آمدیم نسل که همانی حال یک اوزا زنگ میزنم که بیا یا ماشین بیارم اینجا کل کنه یا میری اوزا خودم کار میکنم اما بریم نه برای ما امر شده که اونمو ساعت نفر دیدین یک هفته است که ما اعلان کده میرم به اخبار در مجله و یا تو چرا نمیخوانی؟ ما هم تازه آمدیم از کجا؟ صدای کندی اونجا رادیو کار نمیته؟ تو رادیو کار میده ما مسافر بودیم دیگه ها چند مدت نه در موتر که آمدی رادیو چیز نگفت که سرایتان باید کل باشه؟ حالا این تو گپ است که ها خیلی موترها هست که رادیو نداره بیا اینجا تو کمیا تو رام سعی کنم پیش بیا از او کم است چرا تو قضیات ماندی؟ دخترها کل شکایت میگه بچه ها مویای خدا سر ما رخ میزنه میگه ما میگه بیادر فرق بین ما و وزیر بیا توی طرف بیا کجا میری؟ وان تو که سرش کل میکنم کار داری باز بیادر که ما زنگ دیم حوزه زنگ دیم ورخطا نشو یک سر تست کل میکنیم خلاص چیزی که قانون میگه تو اینجا از وطن که آمدی برای کار آمدی یا بر دختر بازی؟ خب برای کار آمدیم خب برادر گوش کن اگر کسی که دختر بازی کنه مثل از ناری هست یا برو آه تایمت کدم قفاق ها؟ برای ما امر شده کسایی که موی از 2 کلک زیاد است پلتش تو به حساب میشه ای را باید از ما سرش خوش کل کنه اینجا بیا از نوبت است این نقش خبر زیاد نیست آه نخبر است که موی یعنی بیای تسایی که او بغل نزنه مویت سر چشم تا شده یعنی ابروی تا پت کرده فهمیدی؟ ابرو شدی اینی را که پرتی سرش تو بیا ابرو می رو دختر از حالی تو بالاخانه خوب باید یا ابرودار باشه در کوچه تن از دار بالاخانه باشه خود حالا بده آدم بی ابرو نه حسیت داره نه زن تو چرا خدا بی حسیت بی ما با مجه خاطر موی فرد ابرو معلوم کرد بی ابرو نباشه بی ابرو نباشه امی دخترها را تو چرا چشمک میکنی؟ چرا آزار میتی و بیادر؟ تو از خود وجدان داری یا نداری؟ ما دخترها را چشمک نکردیم دخترها شکایت کرده در اوضاع
بچه ها یکیش میگه ما دیوگان هستم، یکیش میگه ما پولاد هستم، یکیش میگه ما علمدار هستم، یکیش میگه بیادر فلانیست، میگه ما ماکیستم سرم میکنن. چرا؟ خود شاید ما نباشیم، خود نفر زیاد است برادر افغانستان. حالا آمر صاحب گفت نفرها را چند دفعه پرزه میدی سربستانه؟ نه اصلا تو 5 دفعه اجازه هست. 5 دفعه؟ بعد از 5 دفعه اگر جواب گفتی مثلا 5 دفعه گفته باشی خیره که جانم جگرم قندم نباتم یا مشکل نداره. چی گفتی مثلا؟ بچه‌ای که در دانشگاه والا در حقیقت اگر بگیم ما سال یک دفعه پرزنده میرم سایت دخترها چرا؟ به خاطری که اینا اصلا هیچ کلا نداری. در سال یک دفعه نمیری. ما روز 5 دفعه قانون جور کردیم براش که باید بره. خودی از چی رقم پانتون میخوانی؟ خودی شما روز چند دفعه پرزنده ما اینجا بیاد از صف استاد شد، این بغل استاد شد. یعنی از این خاطر زمین سابقا گردنت بسته که از روی مسجد تیر میشیدی یا از روی یک سفید تیر میشیدی موی سابقا میمونی. والا کده میکنم میمونم کم بوده سر دخترها پرزه میره. قدیم و سیاد بوده های قدیم میمون اینه بیتلای قدیم وقتی که یک سفید میامد با یک کلاگه که یک دسماله که کش میکرد فت میکرد آفرین شرمایا بود یا نه؟ شرمایا بود این سر دخترهای مردم پرزه میره. پرزه میره دهنت تو میکنه نغمه و عالی رفتخانه رایی میکنه. برو پانتون هر روز ببینید کورتسه دادان آرایشگاه استاد است. هر دختر که میگه بیادر مزن ندارم که ما ریشی میبینی. ما تحقیق کردیم او بیادر این حالا ببریم باید سر شامور صاحب اوزه خوش کل کنه. این آویزانت میکنه مضموی. متعیل است یا مجرد است که تام دل داری گرده داری یا نه؟ شاید اگانش که ننه اولادا در خانه جمع کنی بیادر در دیگ نمک از جات انداخته باشه بگی ولگه دیگه سرت زن نکنم بیایی دادان آرایشگاه استاد همه طور است نه؟ یا مثلا از روز بیادر تو گفته باشی گفته پخته که بری کچالو را پیشورید بیاره باز خارت آمده باشه باز رفته باش دادان امام استاد شده باش دان امام زنانه که باش تیمم را که اگر بیادر خدا پرده را کنه. برای ما راپورت آمده میگه برای دختر برگر هم خریده بودی ندست که بچگک روان بود. اون عقل داده بودیم به امتیان او خیلی تو قدر خوبا شیرینی بود اگه نوت میده برو با اونجا یک دست بالا کردن موتر بره پانایتان بخور.